آقا سلام علیکم. اومدم با یه آموزش خیلی ریز از آپدیت جدید. یه خورده حالا قابلیت های جدیدی اضافه شده، بیایید با هم یاد بگیریم. حالا قابلیتی هم که اضافه شده یه بخشی داره که پرکا و اینا رو میتونید اضافه کنید. حالا به اونم میرسیم. اگه دقت کردید تو این لیسته که گانو میده دست چپش، میده بعد کراس میکنه. حالا داخل بیسیک که بیایید آخر بیسیک، بالا استرین KDS FOV تو اسکوپ زوم، بالا یه گزینه داره که اینو روشن کنید، یه حالت دو فلشه میاره براتون که الان من دارم روش میزنم. اگه دقت کنید گانو میده دست چپ، گانو میده دست راست. حالا از اون بگذریم. یه قابلیت دیگه اضافه شده که میتونید یه پرک قرمز هم اضافه کنید تو لوداتتون. بعد این امکانو بهتون میده که داخل مولوتوف یا روی مین یا حالا گرینید این پرکشه. این هم پرکای قرمزه، میتونید اینو ایکیوب کنید، استفاده کنید برای هاردور. یه را خیلی خوبه، به درد میخوره. یه پرک دیگه ای هم هست که دوتا گان میتونید دستتون باشه. برای اسنایپ پلیرها خیلی به کار میاد داخل مولتی. تک مثلا به 3 میمونن، تک به 4 میمونن، حتی اکثر میتونن 2 کیلشونو با گام بزنن، بقیهش کارشون ایزی میشه. اینطوری وقتی پرکو ایکیوب کنید میتونید از 2 گان استفاده کنید. حالا گزینه بعدی که اضافه شده داخل بخش بیسیک، تنظیمات جدید عوض نکنید. ریپلای پلی نه یه همچین چیزی اسمی داره، میاد قشنگ دقت کنید، الان نشونتونم میدم. آن کنید و وقتی که اینو آن میکنید مچیز ریپلای یه همچین چیزیه. این داخل بخش هیستوریتون چیز میشه، بازیتون سیو میشه، میتونید به اسپکت خودتون و یا حالا رکورد کنید، ببینید، اتچمنت وردارید یا حالا غیره غیره غیره، هر کاری که داخل اسپکت میتونید توی روم بکنید قابلیتشو دارید که استفاده کنید. بخش هیستوری میرید داخل اونجایی که کیلو و دان و اسمای یاراتون و اینا رو نشونتون میده. از اونجا یه پایین نوشته پلیز مچ، اونو بزنید سیو میشه بازی، کلا نشونتون میده دوباره. خیلی چیز گادیه از نظر من، برای بعضیایی که دیوایسشون زیاد قوی نیست به کار میاد. میتونن بازی کنن، بعد بازی کردن برن تو هیستوریشون بازیشون رو رکورد بگیرن و خیلی ایزی بدون هیچ لگی. ولی خب یه مشکلی که داره، باگ داره، آیدیا رو نمیذاره دیگه، مثل روم میمونه. اگه دقت کرده باشید. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید که ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید، یا حالا یه کامنتی هم ول بدید زیر ویدیو، بگید چه تنظیماتی یا حالا آموزشی احتیاج دارید که براتون آپلود کنم. روز شبتون خوش. یا علی.